اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال فما خطبكم ایها المرسلون. ابراهیم گفت پس ای فرستادگان خدا، کار و مأموریت شما چیست؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمین. فرشتگان گفتند بیگمان ما به سوی قومی مجرم و گناهکار فرستاده شده ایم. لنرسل عليهم حجارة من طین. تا سنگ‌هایی از گل بر سر آنها فرود آوریم. مسومة عند ربك للمسرفین. سنگ‌هایی که نزد پروردگارت برای اسرافکاران نشان گذاری شده است. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. پس کسانی از مؤمنان را که در آن شهرهای قوم لوط بودند پیش از نزول عذاب بیرون آوردیم. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. و جز یک خانه از مسلمانان در آن شهرها نیافتیم. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. و در آن شهرهای ویران شده نشانی روشن برای کسانی که از عذاب دردناک میترسند بر جای گذاشتیم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. و نیز در داستان موسی نشانه و عبرتی است هنگامی که او را با دلیلی آشکار به سوی فرعون فرستادیم. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. پس فرعون با قدرت و لشکر خیش روی گرداند و گفت این مرد جادوگر یا دیوانه است. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. آنگاه او و لشکریانش را گرفتیم و آنان را به دریا افکندیم در حالی که او سزاوار سرزنش بود. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. و نیز در داستان قوم عاد نشانه است هنگامی که تند بادی بی خیر و برکت بر آنان فرستادیم. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. تند بادی که بر هیچ چیز نمیگذشت مگر اینکه آن را مانند استخوان پوسیده میگرداند. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. و همچنین در داستان قوم ثمود نشانه است هنگامی که به آنها گفته شد مدتی کوتاه از زندگی بهره‌مند شوید که تنها 3 روز فرصت دارید. فعتوا عن امر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. آنگاه آنها از فرمان پروردگارشان سرپیچی کردند، پس صاعقه آنها را در بر گرفت در حالی که آنان به عقوبت خود نگاه می کردند. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين.
چنان بر زمین افتادند که توان برخاستن نداشتند و نتوانستند برای خود انتقام بگیرند. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقین. و قوم نوح را پیش از این هلاک نمودیم، زیرا آنها قومی بدکار و فاسق بودند. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. و ما آسمان را با قوت و قدرت عظیم بنا کردیم و بیگمان بر وسعت پهناوری آن تواناییم. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. و زمین را گستردیم، پس چه نیک گستراننده ای هستیم. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. و از هر چیز جفت آفریدیم، شاید شما پند گیرید. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ای پیامبر بگو، پس به سوی خدا بگریزید، بیگمان من از جانب او برای شما هشدار دهنده ای آشکار هستم. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. و معبود دیگری با خدا قرار ندهید، به راستی من از جانب او برای شما هشدار دهنده ای آشکار هستم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. همچنین بر پیشینیان آنها هیچ پیامبری نیامد مگر اینکه گفتند او جادوگر یا دیوانه است. اتواصوا به بل هم قوم طاغون. آیا آنها یکدیگر را به آن سفارش کرده بودند؟ بلکه آنها مردمی طغیانگر هستند. فتول عنهم فما أنت بملوم. پس ای پیامبر از آنها روی بگردان که هرگز تو سزاوار ملامت نیستی. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. و پیوسته پند و تذکر بده، زیرا که بیگمان پند و تذکر مؤمنان را سود میبخشد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. و من جن و انس را نیافریدم مگر برای اینکه مرا عبادت کنند. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هرگز از آنها روزی نمیخواهم و نمیخواهم که مرا اطعام دهند. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بیگمان خداوند است که روزی دهنده است و او قدرتمند استوار است. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. پس بیشک برای کسانی که ستم کردند بهری از عذاب است، همانند بهره یارانشان از ستمگران پیشین، پس نباید شتاب بکنند. فویل
الذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. پس وای بر کسانی که کافر شدند از روزشان که وعده داده میشوند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. والطور. سوگند به کوه طور. و کتاب مسطور. و سوگند به کتاب نوشته شده فی رق منشور. در صحیفه ای گشوده. والبیت المعمور. و سوگند به بیت المعمور. والسقف المرفوع. و به سقف برافراشته شده. والبحر المسجور. و دریای مملو. این عذاب ربک لواقع. بیگمان عذاب پروردگارت واقع شدنی است. ما له من دافع. آن را هیچ دفع کننده ای نیست. یوم تمور السماء مورا. روزی که آسمان به شدت بلرزد و به حرکت درآید. و تسیر الجبال سیرا. و کوه ها از جا کنده به تندی روان گردد. فویل یومئذ للمکذبین. پس در آن روز وای بر تکذیب کنندگان. الذین هم فی خوض یلعبون. کسانی که در سخنان و کارهای باطل به بازی مشغولند. یوم یدعون الی نار جهنم دعا. روزی که آنها را به زور به سوی آتش جهنم میرانند. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. خازنان جهنم به آنها میگویند این همان آتشی است که شما آن را تکذیب می‌کردید. افسحر هذا ام انتم لا تبصرون. آیا این آتش و عذاب جادوست یا شما نمی‌بینید؟ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون. به آن درآیید و بسوزید، پس صبر کنید یا نکنید برای شما یکسان است. تنها به کیفر آنچه انجام میدادید جزا داده میشوید. ان المتقین فی جنات و نعیم. بیگمان پرهیزگاران در باغ‌های بهشت و نعمت‌های فراوان هستند. فاکهین بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحیم. و از آنچه پروردگارشان به آنها داده مسرورند و پروردگارشان آنها را از عذاب جهنم محفوظ داشته است. کلوا واشربوا هنیئا بما کنتم تعملون. به آنها گفته می شود بخورید و بیاشامید، گوارایتان باد به خاطر آنچه که در دنیا انجام می دادید. متکئین علی سرر مصفوفه وزوجناهم بحور عین.
در حالی که آنها بر تخت هایی که کنار هم نهاده شده تکیه میزنند و حوریان گشاد چشم بهشتی را به همسری آنها در میآوریم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. و کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان نیز در ایمان از آنان پیروی کردند، فرزندانشان را در بهشت به آنها ملحق می کنیم و از عمل آنها چیزی نمی کاهیم و هر کس در گرو دستاورد و اعمال خیش است. و امددناهم بفاکهة ولحم مما یشتهون. و پیوسته از هر میوه و گوشتی که بخواهند در اختیارشان میگذاریم. یتنازعون فیها کأسا لا لغو فیها ولا تأثیم. در آنجا از یکدیگر جام شراب طهور میگیرند که نه بیهوده گویی در آن است و نه گناهی. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. و همواره پسرانی همچون مروارید درون صدف برای خدمت آنان بر گردشان میچرخند. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. و بهشتیان رو به یکدیگر می کنند و از حال گذشته یکدیگر سؤال می نمایند. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. میگویند ما پیش از این در میان خانواده خود از عذاب الهی ترسان بودیم. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. پس خداوند بر ما منت نهاد و ما را از عذاب گرم و کشنده جهنم حفظ کرد. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحیم. همانا ما پیش از این او را می خواندیم، بیگمان او نیکوکار مهربان است. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. پس ای پیامبر پند و تذکر ده که تو به فضل و نعمت پروردگارت کاهن و دیوانه نیستی. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. آیا میگویند او شاعری است که درباره او منتظر حوادث روزگاریم و مرگش را انتظار میکشیم؟ قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. بگو انتظار بکشید که من نیز با شما انتظار میکشم. ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون. آیا عقلهایشان آنها را به این خیالات باطل دستور میدهد یا آنها گروهی طغیانگرند؟ ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون. آیا میگویند محمد آن را بافته و به خدا نسبت داده است؟ خیر، چنین نیست، بلکه ایمان نمی آورند.
فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. پس اگر راست گویند باید سخنی مانند آن بیاورند. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. آیا آنها از هیچ و بدون آفریننده آفریده شده اند یا خود خالق خویشند؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. آیا آنها آسمان ها و زمین را آفریده اند؟ خیر، بلکه آنها یقین نمی کنند. ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون. آیا خزائن پروردگارت نزد آنهاست یا آنها بر همه چیز تسلط دارند؟ ام لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. آیا نردبانی دارند که از آن به آسمان ها بالا می روند و از آن اسرار وحی را می شنوند؟ پس باید شنونده اشان بر این ادعا دلیل روشنی بیاورد. ام له البنات ولكم البنون. آیا برای او دختران است و برای شما پسران؟ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. ای پیامبر، آیا از آنها پاداشی درخواست می کنی که آنها از ادای آن در رنجند و برایشان گران و سنگین است؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون. آیا اسرار غیب نزد آنهاست پس آنان از آن می نویسند؟ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون. آیا نیرنگ و نقشه پلیدی برای تو میخواهند بکشند؟ پس کسانی که کافر شدند خودشان گرفتار نیرنگند. ام لهم اله غیر الله سبحان الله عما یشرکون. آیا آنها معبودی غیر الله دارند؟ پاک و منزه است خداوند از آنچه شریک او قرار میدهند. و این یروا کسفا من السماء ساقطا یقولوا سحاب مرکوم. و اگر مشرکان پاری از آسمان برای عذابشان افتاده ببینند میگویند این ابری متراکم است. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. پس ای پیامبر آنها را واگذار تا آن روزشان را که در آن بیهوش میشوند ملاقات کنند. یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیئا ولا هم ینصرون. روزی که نیرنگ و حیلهشان سودی به حالشان ندارد و نه آنها یاری میشوند. و این للذین ظلموا عذابا دون ذلك ولكن اکثرهم لا یعلمون. و بیگمان برای کسانی که ستم کردند عذابی غیر از آن نیز در همین دنیاست ولی بیشترشان نمیدانند. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم.
ای پیامبر برای حکم پروردگارت شکیبا باش، زیرا تو زیر نظر و در حفاظت ما هستی و هنگامی که برمیخیزی به ستایش پروردگارت تسبیح گوی. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم و همچنین بخشی از شب او را تسبیح گوی و نیز هنگام ناپدید شدن ستارگان. بسم الله الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى سوگند به ستاره چون فرو افتد. ما ضل صاحبكم وما غوى که یار شما گمراه نشده و راه را گم نکرده است. وما ينطق عن الهوى و از روی هوای نفس سخن نمیگوید. إن هو إلا وحی یوحى این نیست جز آنچه به او وحی می شود و به جز وحی چیزی نمی گوید. علمه شدید القوى فرشته بس نیرومند او را تعلیم داده است. ذو مرة فاستوى همان فرشته نیرومندی که آنگاه راست و درست به شکل حقیقی فرارویش ایستاد. وهو بالأفق الأعلى در حالی که او در افق اعلا بود. ثم دنا فتدلى سپس جبرئیل نزدیک شد، آنگاه فرو آمد و نزدیکتر شد. فكان قاب قوسين أو أدنى پس فاصله او با پیامبر به قدر 2 کمان یا کمتر بود. فأوحى إلى عبده ما أوحى آنگاه خداوند آنچه را باید وحی می کرد به بنده اش وحی نمود. ما كذب الفؤاد ما رأى قلب پیامبر آنچه را دید دروغ نگفت. افتمارونه على ما يرى آیا با او درباره آنچه می بیند مجادله می کنید؟ ولقد رآه نزلة أخرى و به راستی بار دیگر نیز او را دید. عند سدرة المنتهى نزد سدرة المنتهی. عندها جنة المأوى که جنت المأوا نزد آن درخت است. اذ یغشی السدرة ما یغشی چون درخت سدره را چیزی پوشاند. ما زاغ البصر وما طغى چشم پیامبر خطا نکرد و از حد در نگذشت. لقد رأى من آیات ربه الكبرى به راستی او پاره‌ای از نشانه‌های بزرگ پروردگارش را دید. افرأیتم اللات والعزى آیا لات و عزی را دیده اید؟ و مناة الثالثة الأخرى و منات بت سومی بی ارزش را؟ ألكم الذكر وله الأنثى آیا شما را پسر باشد و او را دختر؟ تلك اذا قسمة ضیزى در این صورت این تقسیمی غیر عادلانه است. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم
من ربهم الهدى. اینها چیزی جز نامهایی نیست که شما و پدرانتان بر آنها گذاشته اید و خداوند دلیلی بر صدق مدعای شما نازل نکرده است. آنها جز از گمانهای بد و بی اساس و هوای نفس پیروی نمی کنند، در حالی که هدایت از سوی پروردگارشان برای آنها آمده است. ام للإنسان ما تمنى. آیا انسان هرچه آرزو کند برایش میسر است؟ فلله الآخرة والأولى. پس آخرت و دنیا از آن خداست. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. و چه بسیار فرشتگانی که در آسمان ها هستند که شفاعت آنها هیچ سودی نمی بخشد مگر پس از آن که خداوند برای هر کس که بخواهد اجازه دهد و راضی باشد. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. بیگمان کسانی که به آخرت ایمان ندارند فرشتگان را به نام دختران نامگذاری می کنند. و ما لهم به من علم این یتبعون الا الظن و این الظن لا یغنی من الحق شیئا. و آنها به آن هیچ دانشی ندارند جز از گمان بی اساس پیروی نمی کنند و یقینا گمان انسان را از شناخت حق بی نیاز نمی کند. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. پس ای پیامبر از کسی که از ذکر ما رو می گرداند و جز زندگی مادی دنیا را نخواهد اعراض کن. ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. این آخرین حد دانش آنهاست. بیگمان پروردگار تو به کسانی که از راه او گمراه شده اند داناتر است و او نیز به کسانی که هدایت یافتند داناتر است. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. و آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن خداست تا کسانی را که کار بد کردند به سبب آنچه کرده اند کیفر دهد و کسانی را که نیکوکاری کردند با بهشت نیکو پاداش دهد. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. همان کسانی که از گناهان کبیره و اعمال زشت جز گناهان صغیر دوری می کنند بیگمان پروردگار تو گسترده آمرزش است و او نسبت به شما داناتر است. هنگامی که شما را از زمین پدید آورد و هنگامی که شما در شکم مادرانتان به صورت جنینهایی بودید
پس خودتان را نستایید و پاک نشمارید. او به کسانی که پرهیزکاری نمودند داناتر است. افرأیت الذی تولی آیا دیده ای کسی را که از حق روی گرداند و اعطی قلیلا و اکدا و اندکی مال بخشید و سپس سنگ دل شد و خودداری کرد؟ اعنده علم الغیب فهو یرا آیا نزد او علم غیب است پس او همه چیز را می‌بیند؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسی یا از آنچه در صحیفه های موسی بوده آگاه نشده است؟ و ابراهیم الذی وفی و نیز آنچه در صحیفه های ابراهیم، همان کسی که وفادار بود، الا تزر وازرة وزر اخرى که هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی کشد، و ان لیس للانسان الا ما سعی و اینکه برای انسان بهره ای جز آنچه سعی کرده نیست، و ان سعیه سوف یری و اینکه به زودی حاصل تلاش و سعی او دیده خواهد شد. ثم یجزاه الجزاء الاوفی سپس او به پاداشی تمام و کافی پاداش داده خواهد شد. و ان الی ربک المنتهی و یقیناً بازگشت همه امور به سوی پروردگار توست. و انه هو اضحک و ابکی و اینکه او خنداند و گریاند. و انه هو امات و احیا و اینکه او میراند و زنده کرد. و انه خلق الزوجین الذکر والانثى و اینکه او دو جفت نر و ماده آفرید من نطفة اذا تمنى از نطفه‌ای چون در رحم ریخته شود. و ان علیه النشأة الاخرى و اینکه پدید آوردن بار دیگر بر عهده اوست. و انه هو اغنى و اقنى و اینکه اوست که بی‌نیاز کرد و سرمایه بخشید. و انه هو رب الشعرا و اینکه اوست که پروردگار ستاره شعراست. و انه اهلك عادا الاولى و اینکه اوست که عاد نخستین را هلاک کرد. و ثمود فما ابقا و نیز ثمود را هلاک کرد پس کسی را باقی نگذاشت. و قوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم و اطغى و همچنین قوم نوح را پیش از آن هلاک نمود. بیگمان آنها از همه ظالمتر و سرکشتر بودند. والمؤتفکة اهوی و شهرهای معتفکه را زیر و رو و نابود کرد. فغشاها ما غشا پس آنها را با آنچه سزاوار بودند از عذاب سنگین و دردناک پوشانید. فبأي آلاء ربك تتمارى پس ای انسان ناسپاس، به کدام یک از نعمتهای پروردگارت شک داری؟ هذا نذیر من النذر الاولى این پیامبر هشدار دهنده ای از قبیل هشدار دهندگان پیشین است. ازفت الازفه قیامت نزدیک شده است. لیس لها من دون الله کاشفه و هیچ کس جز خدا آشکارش نکند. افمن هذا الحدیث تعجبون
آیا از این سخن تعجب می کنید؟ وتضحكون ولا تبكون و می خندید و نمی گریید وأنتم سامدون و شما همواره در غفلت و هوسرانی هستید. فاسجدوا لله واعبدوا پس همه برای خدا سجده کنید و او را بپرستید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان. اقتربت الساعة وانشق القمر قیامت نزدیک شد و ماه بشکافت. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ و اگر کافران معجزه‌ای ببینند روی بگردانند و گویند این جادویی قوی است. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مستقر و آنها آیات و نشانه‌های الهی را تکذیب کردند و از هوای نفس خود پیروی کردند و هر کاری قرارگاهی دارد. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر و به راستی برای آنان به اندازه کافی خبرهایی آمده است که از گناهان و بدیها باز می دارد. حکمت بالغة فما تغنی النذر این آیات حکمت و دانش تمام و رساست، پس برای افراد جاهل و لجوج هشدارها سودی نمی بخشد. فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر بنابراین ای پیامبر از آنها روی بگردان تا آن روزی که دعوت کننده ای مردم را به امر وحشتناکی دعوت کند. خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر در حالی که چشمانشان فرو هشته باشد از قبرها بیرون آیند گویی که آنها ملخ‌هایی پراکنده هستند. مهطعین الی الداع یقول الكافرون هذا یوم عسر و به سوی دعوت کننده می شتابند. کافران می گویند این روز سختی است. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر پیش از آنها قوم نوح تکذیب کرده بودند، پس بنده ما نوح را تکذیب کردند و گفتند او دیوانه است و با او درشتی کردند و آزردند. فدعا ربه انی مغلوب فانتصر پس او پروردگارش را خواند و عرض کرد من مغلوب شده ام پس یاریم فرما. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر آنگاه درهای آسمان را با آبی فراوان و فرو ریزنده گشودیم. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر و از زمین چشمه‌هایی جوشاندیم و جاری نمودیم، پس این دو آب آسمان و زمین برای امری که مقدر شده بود با هم درآمیختند. وحملناه على ذات ألواح ودسر
و او را بر مرکبی ساخته شده از تخته و میخ سوار کردیم تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر زیر نظر و حفاظت ما روان بود کیفری بود برای کسانی که کافر شده بودند ولقد ترکناها آیة فهل من مدکر و به راستی ما این ماجرا را به عنوان نشانه‌ای بر جای گذاشتیم پس آیا کسی هست که پند گیرد فکیف کان عذابی و نذر پس بنگرید عذاب و هشدارهای من چگونه بود ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر و یقینا ما قرآن را برای تذکر آسان نمودیم پس آیا کسی هست که متذکر شود كذبت عاد فكيف كان عذابي و نذر قوم عاد نیز تکذیب کردند پس بنگرید عذاب و هشدارهای من چگونه بود إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر ما تند باد سرد وحشتناکی در روزی شوم طولانی بر آنها فرستادیم تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر که مردم را از جا برمیکند گویی که آنها تنه های نخل ریشه‌کن شده اند فكيف كان عذابي و نذر پس بنگرید عذاب و هشدارهای من چگونه بود ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر و یقینا ما قرآن را برای تذکر آسان نمودیم پس آیا کسی هست که متذکر شود كذبت ثمود بالنذر قوم ثمود نیز هشدار دهندگان را تکذیب کردند فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر و گفتند آیا از یک بشری از جنس خودمان پیروی کنیم اگر چنین کنیم آنگاه ما در گمراهی و دیوانگی خواهیم بود أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر آیا از میان ما تنها بر او وحی نازل شده است خیر بلکه او دروغگوی خودپسند است سيعلمون غدا من الكذاب الأشر فردا خواهند دانست چه کسی دروغگوی خودپسند است إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر بیگمان ما ماده شتر را برای آزمایش آنها میفرستیم پس ای صالح منتظر پایان کارشان باش و صبر پیشه کن و نبئهم ان الماء قسمة بینهم كل شرب محتضر و به آنها خبر ده که همانا آب قریه در میان آنها و ناقه تقسیم شده است هر که در نوبت خود باید حاضر شود فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر پس آنها یار خود را صدا زدند آنگاه آمد و دست به کار شد و شتر را پی کرد فكيف كان عذابي و نذر پس بنگرید عذاب و هشدارهای من چگونه بود إنا
ارسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. بیگمان ما یک صیحه بر آنها فرستادیم، پس همگی به صورت گیاه خشک خرد شده ای در آمدند. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. و یقینا ما قرآن را برای تذکر آسان نمودیم، پس آیا کسی هست که متذکر شود؟ كذبت قوم لوط بالنذر. قوم لوط هشدار دهندگان را تکذیب کردند. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. بیگمان ما شنباد تندی بر آنها فرستادیم و همگی را هلاک کردیم جز خاندان لوط که سحرگاهان نجاتشان دادیم. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. این نعمتی بود از سوی ما، این گونه کسی را که شکر کند پاداش می دهیم. ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. و به راستی لوط آنها را از عقوبت سخت ما بیم داد، پس آنها با هشدارها مجادله و ستیز کردند. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. و به راستی آنها از او خواستند که مهمانش را برای کار زشت در اختیارشان بگذارد، پس ما دیدگانشان را کور کردیم و گفتیم پس طعم عذاب مرا و طعم هشدارهای مرا بچشید. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. و یقینا صبحگاهان عذابی پایدار آنها را فرو گرفت و هلاک کرد. فذوقوا عذابی و نذر. و گفتیم پس طعم عذاب مرا و طعم هشدارهای مرا بچشید. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. و یقینا ما قرآن را برای تذکر آسان نمودیم، پس آیا کسی هست که متذکر شود؟ ولقد جاء آل فرعون النذر. و به راستی هشدار دهندگان به سراغ خاندان فرعون آمدند. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. آنها همه آیات و معجزات ما را تکذیب کردند، پس ما آنها را گرفتیم گرفتن پیروزمندی توانا. اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءة فی الزبر. ای قریش، آیا کفار شما از آنها بهترند یا برای شما امان نامه ای در کتاب‌های آسمانی پیشین است؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر. یا میگویند ما جماعتی نیرومند و پیروزیم. سیهزم الجمع و یولون الدبر. به زودی آن جمع شکست میخورد و پشت میکنند و پا به فرار میگذارند. بل الساعة موعدهم والساعة ادهى و امر. بلکه قیامت وعدگاه آنهاست و قیامت سخت‌تر و تلخ‌تر است. ان المجرمین فی ضلال و سعر. بیگمان گناهکاران در گمراهی و دیوانگی هستند.
يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. روزی که بر چهره‌هایشان در آتش جهنم کشیده می‌شوند و به آنها گفته می‌شود طعم آتش دوزخ را بچشید. إنا كل شيء خلقناه بقدر. بیگمان ما همه چیز را به اندازه آفریدیم. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. و فرمان ما جز یک بار نیست، همچون یک چشم بر هم زدنی است. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. و به راستی ما کسانی که همانند شما بودند هلاک کردیم، پس آیا کسی هست که متذکر شود و پند گیرد؟ وكل شيء فعلوه في الزبر. و هر چیزی را که انجام داده اند در نامه‌های اعمالشان ثبت است. وكل صغير وكبير مستطر. و هر کار کوچک و بزرگ نوشته شده است. إن المتقين في جنات ونهر. بیگمان پرهیزگاران در باغ‌ها و کنار نهرهای بهشتی هستند. في مقعد صدق عند ملیک مقتدر. در جایگاه و مجلس صدق و راستی نزد فرمان روایی مقتدر. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. الرحمن. خداوند رحمان. علم القرآن. قرآن را تعلیم داد. خلق الانسان. انسان را آفرید. علمه البیان. به او سخن گفتن آموخت. الشمس والقمر بحسبان. خورشید و ماه به حساب منظم و دقیقی در حرکتند. والنجم والشجر يسجدان. و گیاه و درخت برای او سجده می کنند. والسماء رفعها ووضع الميزان. و آسمان را برافراشت و میزان را قرار داد. ألا تطغوا في الميزان. تا در میزان تجاوز نکنید. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. و وزن را بر اساس عدل برپا دارید و میزان را کم نکنید. والأرض وضعها للأنام. و زمین را برای مردمان قرار داد و گسترانید. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. که در آن میوه ها و نخل های خوشه‌دار است. والحب ذو العصف والريحان. و در آن دانه برگدار که به صورت کاه در می آید و ریحان و گیاهان خوشبوست. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار. انسان را از گل خشکیده ای چون سفال آفرید. و خلق الجان من مارج من نار.
و جن را از شعله‌ای از آتش خلق کرد. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ رب المشرقین و رب المغربین. او پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ مرج البحرین یلتقیان. دو دریای مختلف شور و شیرین را به جریان آورد، در حالی که با یکدیگر برخورد می کنند. بینهما برزخ لا یبغیان. میان آن دو حایلی است که یکی بر دیگری غلبه نمی کند و در هم نیامیزند. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. از آن دو دریا مروارید و مرجان بیرون می آید. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. و برای اوست کشتی‌هایی همچون کوه که در دریا به حرکت در می آیند. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ كل من عليها فان. هرچه بر روی آن است فانی شود. و یبقى وجه ربك ذو الجلال والإکرام. و تنها روی پروردگار ذوالجلال و گرامی توست که باقی میماند. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ یسأله من فی السماوات والأرض كل یوم هو فی شأن. تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند از او سؤال و درخواست نیاز می کنند و او هر روز در کاری است. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. ای دو گروه انس و جن، به زودی به حساب شما می پردازیم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ یا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ای گروه جن و انس، اگر می توانید از کنارها و مرزهای آسمانها و زمین بگذرید پس بگذرید، ولی جز با غلبه و نیرویی فوق العاده نمی توانید بگذرید.
فبأي آلاء ربكما تكذبان پس ای گروه انس و جن کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران شعله های از آتش و دود بر شما جن و انس فرستاده می شود، پس نمی توانید از خودتان دفاع کنید. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس ای گروه انس و جن کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان پس آنگاه که آسمان بشکافد پس همچون چرم و روغن مذاب سرخگون شود. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس ای گروه انس و جن کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان پس در آن روز هیچ جن و انسی از گناهش پرسیده نشود، چون با علامات چهرهشان شناخته می شوند. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس ای گروه انس و جن کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام گناهکاران از چهره‌هایشان شناخته می شوند، پس آنها را با موی جلو سر و پاهایشان گرفته و به دوزخ افکنده می شوند. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس ای گروه انس و جن کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون این همان جهنمی است که گناهکاران آن را انکار می کردند. يطوفون بينها وبين حميم آن امروز آنها در میان آن و آب سوزان می گردند. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس ای گروه انس و جن کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان و برای کسی که از ایستادن در پیشگاه پروردگارش بترسد دو باغ بهشتی است. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس ای گروه انس و جن کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ ذواتا افنان آن دو باغ دارای درختان و شاخسارهای بسیار است. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس ای گروه انس و جن کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ فیهما عینان تجریان در آن دو باغ دو چشمه روان است. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس ای گروه انس و جن
کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ فیهما من کل فاکهة زوجان، در آن دو باغ از هر میوه‌ای دو نوع است. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، بهشتیان بر فرش هایی که آسترشان از دیبای ضخیم است تکیه کرده اند و میوه آن دو باغ بهشتی در دسترس است. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، در آن کاخها و باغهای بهشتی حوریانی دیده فروهشته هستند که هیچ انس و جن پیش از اینها با آنان تماس نگرفته است. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ كأنهن الياقوت والمرجان، گویی آنها یاقوت و مرجانند. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، آیا پاداش نیکی جز نیکیست؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ ومن دونهما جنتان، و غیر از آن دو باغ بهشتی دیگر است. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ مدهامتان، آن دو باغ سرسبز که از شدت سبزی به سیاهی متمایل است. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ فیهما عینان نضاختان، در آن دو باغ بهشتی دو چشمه جوشان است. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ فیهما فاکهة ونخل ورمان، در آن دو باغ میوه و نخل و انار است. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ فیهن خیرات حسان، در آن کاخها و باغهای بهشتی
زنانی نیک سیرت و نیک صورت هستند. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ حور مقصورات فی الخیام حورانی که در خیمه های بهشتی مستور نگاه داشته شده اند. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان دوشیزگانی که هیچ انس و جن پیش از اینها با آنان تماس نگرفته است. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان در حالی که بهشتیان بر بالش های سبز و فرش های نیکو تکیه زده اند. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس ای گروه انس و جن، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ای پیامبر، نام پروردگار صاحب جلال و گرامی تو با برکت و فرخنده است. بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان. اذا وقعت الواقعه هنگامی که واقعه قیامت واقع شود. لیس لوقعتها کاذبه که در واقع شدنش هیچ دروغی نیست. خافضة رافعه گروهی را خار کننده و گروهی را برافرازنده است. اذا رجت الارض رجا هنگامی که زمین به شدت بلرزد. و بست الجبال بسا و کوه‌ها در هم کوبیده و متلاشی شود. فكانت هباء منبثا پس چون غبار پراکنده گردد. و کنتم ازواجا ثلاثه و شما سه گروه شوید. فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة پس گروه نخست سعادتمندان دست راست. سعادتمندان دست راست چه حال دارند. و اصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة و گروه دیگر شقاوتمندان دست چپ. شقاوتمندان دست چپ چه حال دارند. والسابقون السابقون و سومین گروه پیشگامان پیشرو. اولئک المقربون آنها مقربان هستند. فی جنات النعیم در باغ‌های پرنعمت بهشت جای دارند. ثلة من الاولین گروهی از پیشینیان. و قلیل من الاخرین و اندکی از آیندگان هستند. على سرر موضونة بر تخت‌های مرصع. متكئين عليها متقابلين
روبروی هم بر آن تکیه زده اند. یطوف علیهم ولدان مخلدون نوجوانانی جاودان پیوسته بر گردشان میچرخند. بأکواب و اباریق و کأس من معین با قدح‌ها و کوزه‌ها و جام‌هایی از شرابی که در جوی‌ها جاری است. لا يصدعون عنها ولا ينزفون شرابی که از آن نه سردرد گیرند و نه بیهوش شوند. و فاکهة مما یتخیرون و هر میوه‌ای که خود انتخاب کنند. و لحم طیر مما یشتهون و نیز گوشت پرنده از هر نوعی که میل داشته باشند. و حور عین و همسرانی از حوریان سیه چشم دارند. كأمثال اللؤلؤ المكنون همچون مروارید پنهان در صدف. جزاء بما كانوا يعملون اینها پاداشی است در برابر آنچه که انجام میدادند. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما در آن باغ‌های بهشتی نه سخن لغو و بیهوده ای میشنوند و نه گفتار گناه‌آلود. إلا قیلا سلاما سلاما تنها یک سخن میشنوند: سلام است، سلام. و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین و اصحاب دست راست چه وضع و حالی دارند اصحاب دست راست. فی سدر مخضود در میان درختان سدر بیخار. و طلح منضود و درختان موز پربار تو بر تو. و ظل ممدود و سایه ای گسترده. و ماء مسکوب و در کنار آبی جاری و روان. و فاکهة کثیرة و میوه‌ای فراوان. لا مقطوعة ولا ممنوعة نه پایان پذیرد و نه کسی را از آن باز دارند. و فرش مرفوعة و بسترهایی برافراشته شده و همسرانی گرانقدر. إنا أنشأناهن إنشاء بیگمان ما آنها را به آفرینش نوینی آفریده ایم. فجعلناهن أبکارا و آنها را دوشیزه قرار داده ایم. عربا اترابا شوهر دوستان همسن و سال. لأصحاب الیمین همه اینها برای اصحاب دست راست است. ثلة من الاولین که گروهی از پیشینیان و ثلة من الاخرین و عده‌ای از آیندگان هستند. و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال و اصحاب دست چپ چه وضع و حالی دارند اصحاب دست چپ. فی سموم و حمیم
در میان باد سوزان و آب جوشان قرار دارند. وظل من یحموم، و در سایه‌ای از دودهای متراکم و سیاه. لا بارد ولا کریم، نه خنک باشد و نه خوش. إنهم كانوا قبل ذلك مترفین، بیگمان آنها پیش از این در دنیا ناز پرورده بودند. وكانوا يصرون على الحنث العظیم، و بر گناه بزرگ شرک اصرار می‌ورزیدند. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، و می‌گفتند آیا هنگامی که مردیم و خاک و استخوان شدیم آیا باز هم برانگیخته می‌شویم؟ او آباؤنا الاولون، آیا پدران نخستین ما نیز برانگیخته می‌شوند؟ قل ان الاولین والآخرین، ای پیامبر بگو بیگمان گذشتگان و آیندگان لمجموعون الی میقات یوم معلوم، همگی در موعد روزی معین گرد آورده می‌شوند. ثم انکم ایها الضالون المکذبون، سپس شما ای گمراهان تکذیب کننده لآکلون من شجر من زقوم، قطعا از درخت زقوم خواهید خورد. فمالئون منها البطون، پس شکمهای خود را از آن پر می کنید. فشاربون علیه من الحمیم، آنگاه بر آن از آب جوشان می نوشید. فشاربون شرب الهیم، پس مانند شتران مبتلا به بیماری آتش از آن آب جوشان می نوشید. هذا نزلهم یوم الدین، این پذیرایی آنها در روز قیامت است. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، ما شما را آفریدیم پس چرا دوباره زنده شدن را تصدیق نمی کنید؟ افرأیتم ما تمنون، آیا نطفه ای را که در رحم همسرانتان میریزید دیده اید؟ اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون، آیا شما او را می آفرینید یا ما آفریدگاریم؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ما در میان شما مرگ را مقدر کردیم و ما ناتوان از آن نیستیم. علی ان نبدل امثالکم و ننشئکم فیما لا تعلمون، که همانند شما را جایگزین کنیم و شما را به صورتی که آن را نمیدانید باز آفرینیم. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، و یقینا شما آفرینش نخستین را دانسته اید پس چرا متذکر نمی شوید؟ افرأیتم ما تحرثون، آیا چیزی را که می کارید دیده اید؟
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون آیا شما آن را میرویانید یا ما میرویانیم؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون اگر بخواهیم آن را به کاه در هم کوبیده مبدل می کنیم که تعجب کنید. إنا لمغرمون بگویید به راستی ما زیان کرده ایم. بل نحن محرومون بلکه ما به کلی از محصول محروم شده ایم. أفرأيتم الماء الذي تشربون آیا آبی را که می نوشید دیده اید؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون آیا شما آن را از ابر نازل کرده اید یا ما نازل می کنیم؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون اگر بخواهیم آن را تلخ و شور قرار می دهیم، پس چرا شکر نمی کنید؟ أفرأيتم النار التي تورون آیا آتشی را که می افروزید دیده اید؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون آیا شما درخت آن را آفریده اید یا ما آفریده ایم؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين ما آن را مایه یادآوری و وسیله زندگی برای مسافران قرار دادیم. فسبح باسم ربك العظیم پس ای پیامبر به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی و او را به پاکی یاد کن. فلا اقسم بمواقع النجوم پس سوگند به جایگاه ستارگان. وإنه لقسم لو تعلمون عظیم و اگر بدانید این سوگندی بزرگ است. إنه لقرآن کریم همانا این قرآنی کریم است فی کتاب مکنون در کتاب پوشیده است لا یمسه الا المطهرون که جز پاکان به آن دست نمیزنند. تنزیل من رب العالمین از سوی پروردگار جهانیان نازل شده است. افبهذا الحدیث انتم مدهنون آیا شما نسبت به این کلام انکار کننده اید؟ وتجعلون رزقكم انکم تکذبون و به جای شکر روزی خود رازق را تکذیب می کنید. فلولا اذا بلغت الحلقوم پس چرا هنگامی که جان به گلوگاه می رسد وأنتم حينئذ تنظرون و شما در این هنگام نظاره می کنید ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون و ما از شما به او نزدیکتر هستیم
ولی شما نمی بینید. فلولا إن كنتم غیر مدینین، پس اگر در برابر اعمالتان جزا داده نمی شوید، ترجعونها إن كنتم صادقین، اگر راست میگویید آن روح را بازگردانید. فأما إن كان من المقربین، پس اما اگر آن شخص از مقربان باشد، فروح وریحان وجنة نعیم، پس در آسایش و ریحان و باغ بهشت پر نعمت است. و اما إن كان من اصحاب الیمین، و اما اگر از اصحاب راست باشد، فسلام لك من اصحاب الیمین، پس به او گفته می شود سلام بر تو باد که از اصحاب دست راست هستی. و اما إن كان من المكذبین الضالین، و اما اگر از تکذیب کنندگان گمراه دست چپ باشد، فنزل من حمیم، پس با آب جوشان دوزخ از او پذیرایی می شود. و تصلیة جحیم، و به آتش جهنم درآورده و سوزانده شود. این هذا لهو حق الیقین، بیگمان این خبر حق یقین است. فسبح باسم ربک العظیم، پس ای پیامبر به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی و او را به پاکی یاد کن. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان. سبح لله ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، آنچه در آسمان ها و زمین است برای خدا تسبیح میگویند و او پیروزمند حکیم است. له ملك السماوات والارض یحیی و یمیت وهو على كل شيء قدیر، فرمانروایی آسمان ها و زمین از آن اوست، زنده می کند و می میراند و او بر هر چیز تواناست. هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علیم، او اول و آخر و ظاهر و باطن است و او به هر چیز داناست. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصیر. او کسی است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید، سپس بر عرش مستقر شد. آنچه را در زمین فرو می رود و آنچه را از آن خارج می شود و آنچه را از آسمان نازل می شود و آنچه را که در آن بالا می رود می داند و هر کجا باشید او با شماست و خداوند به آنچه می کنید بیناست. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، فرمانروایی آسمان ها و زمین از آن اوست و همه کارها به خداوند باز می گردد.
یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل وهو علیم بذات الصدور. شب را در روز داخل می کند و روز را در شب داخل می کند و او به آنچه در سینه هاست داناست. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و از آنچه شما را در آن جانشین قرار داده انفاق کنید. پس کسانی که از شما ایمان آوردند و در راه خدا انفاق کردند برای آنها پاداش بزرگی است. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. و شما را چه شده است که به خدا ایمان نمی آورید در حالی که پیامبر شما را می خواند که به پروردگارتان ایمان بیاورید و به راستی اگر باور دارید از شما پیمان گرفته است. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. او کسی است که آیات روشن بر بنده اش نازل می کند تا شما را از تاریکی های کفر و شرک به سوی نور ایمان ببرد و یقینا خداوند نسبت به شما رؤوف و مهربان است. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبیر. و شما را چه شده است که در راه خدا انفاق نمی کنید در حالی که میراث آسمان ها و زمین از آن خداست؟ کسانی از شما که قبل از فتح مکه انفاق کردند و با مشرکان جنگیدند با کسانی که پس از فتح انفاق کردند و جنگیدند یکسان نیستند. آنها مقام و منزلتشان والاتر و برتر است از کسانی که بعد از فتح مکه انفاق کردند و جنگیدند و خداوند به هر یک وعده نیک داده است و خداوند به آنچه می‌کنید آگاه است. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر کریم. کیست که به خداوند قرض الحسنه دهد و در راه او انفاق نماید پس برای او دوچندانش کند و برای او پاداش ارجمندی است. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیهم و بأیمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظیم. روزی که مردان و زنان مؤمن را بنگری که نورشان پیشا پیش آنها و در سمت راستشان به سرعت حرکت می کند. به آنها گفته می شود امروز شما را بشارت باد
به باغ‌هایی از بهشت که نهرها زیر درختان آن جاری است، جاودانه در آن خواهید ماند. این کامیابی بزرگی است. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. روزی که مردان و زنان منافق به کسانی که ایمان آورده اند میگویند درنگی کنید و به ما بنگرید تا از نور شما پرتوی برگیریم. گفته شود به پشت سر خودتان به دنیا بازگردید، پس در آنجا نور بجویید. پس دیواری میان آنها زده می شود که دری دارد، درونش رحمت است و از سمت بیرونش عذاب است. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. منافقان آنها را صدا میزنند آیا ما با شما نبودیم؟ مؤمنان میگویند آری، ولی شما خودتان را به بلا افکندید و منتظر ماندید و شک آوردید و آرزوهای باطل شما را فریب داد تا فرمان خدا فرا رسید و شیطان فریبکار شما را در برابر فرمان خدا فریب داد. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. پس امروز نه از شما فدیه‌ای پذیرفته می شود و نه از کسانی که کافر شدند و جایگاه شما آتش جهنم است، همان شایسته شماست و چه بد جایگاهی است. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. آیا برای کسانی که ایمان آورده اند وقت آن نرسیده است که دلهایشان برای ذکر خدا و آنچه از حق نازل شده است خاشع گردد و مانند کسانی نباشند که پیش از این به آنها کتاب آسمانی داده شد، پس مدت زمان طولانی بر آنها گذشت، آنگاه قلبهایشان سخت شد و بسیاری از آنها گناهکار و فاسقند. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. بدانید که خداوند زمین را بعد از مردنش زنده می کند. به راستی ما آیات خود را برای شما به روشنی بیان کردیم، باشد که شما اندیشه کنید. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم.
بیگمان مردان و زنان صدقه دهنده و آنها که به خداوند قرض الحسنه دهند برایشان دوچندان می شود و برای آنها پاداش ارجمندی است. والذین آمنوا بالله ورسله اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحیم. و کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان آوردند آنها نزد پروردگارشان صدیقین و شهدا هستند، برای آنهاست پاداششان و نورشان. و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند آنها دوزخی‌اند. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بدانید که زندگی دنیا تنها بازیچه و سرگرمی و تجمل و فخر فروشی در میان شما و افزون طلبی در اموال و فرزندان است، همانند بارانی که روییدنیش کشاورزان را به شگفت آورد سپس خشک شود به گونه ای که آن را زرد رنگ بینی، سپس خرد و به کاه تبدیل شود و در آخرت برای کفار عذاب سخت است و برای مؤمنان آمرزشی از جانب خداوند و خوشنودی است و زندگی دنیا چیزی جز متاع فریبنده نیست. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم. برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتی که پهنای آن مانند پهنای آسمان ها و زمین است بر یکدیگر پیشی گیرید که آن برای کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان آورده اند آماده شده است. این فضل خداست که به هر کس بخواهد میدهد و خداوند دارای فضل عظیم است. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها إن ذلك على الله يسير. هیچ مصیبتی در زمین و نه در وجود شما روی نمی دهد مگر پیش از آن که آن را پدید آوریم در کتاب لوح محفوظ نوشته است. مسلماً این امر بر خداوند آسان است. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. این را بیان کردیم تا به خاطر آنچه از دستان رفته است افسوس نخورید
و به آنچه خداوند به شما داده است شادمان نشوید و خداوند هیچ خودپسند فخر فروشی را دوست ندارد. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحمید. همان کسانی که بخل می‌ورزند و مردم را نیز به بخل فرمان می‌دهند و هر کس که از فرمان الهی روی گردان شود پس بداند که خداوند بی‌نیاز ستوده است. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. به راستی که پیامبران خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب آسمانی و میزان نازل کردیم تا مردم به عدالت قیام کنند و آهن را نازل کردیم که در آن نیروی سخت و منافعی برای مردم است و تا خداوند معلوم بدارد چه کسی به نادید او و پیامبرانش را یاری می کند. بیگمان خداوند توانای پیروزمند است. ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. و به راستی ما نوح و ابراهیم را فرستادیم و در دودمان آن دو نبوت و کتاب قرار دادیم، پس بعضی از آنها هدایت یافته اند و بسیاری از آنها بدکار و فاسقند. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. سپس در پی آنها پیامبران دیگر خود را فرستادیم و بعد از آنان عیسی پسر مریم را آوردیم و به او انجیل عطا کردیم و در دلهای کسانی که از او پیروی کردند رأفت و رحمت قرار دادیم و رهبانیتی که خود آن را پدید آوردند ما بر آنها مقرر نداشته بودیم، گرچه هدفشان به دست آوردن خوشنودی خداوند بود، ولی چنان که باید حق آن را رعایت نکردند، لذا ما به کسانی از آنها که ایمان آوردند پاداششان را دادیم و بسیاری از آنها بدکار و فاسقند. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته
يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا بترسید و به پیامبرش ایمان بیاورید تا دو بحر از رحمتش به شما ببخشد و برای شما نوری قرار دهد که با آن راه بروید و گناهان شما را بیامرزد و خداوند آمرزنده مهربان است. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم. این را بیان کردیم تا اهل کتاب بدانند که قادر بر چیزی از فضل خداوند نیستند و آنکه فضل به دست خداست و به هر کس که بخواهد آن را میدهد و خداوند دارای فضل بزرگ است.